وضع و شرایط این کودکان و نوجوانان حاشیه‌نشین را میتوان این گونه برشمرد. 95% از خانوارهای کودکان کارگر حاشیه‌نشین مهاجرند. این مهاجران اگرچه از فرهنگ قومی گوناگون برخوردارند و تضاد فرهنگ شهر و روستا در آنان رفتارهای متناقضی را پدید آورده است، اما از یک فرهنگ خاص برخوردارند و آن فرهنگ فقر است. فرهنگی که ناشی از شرایط و مناسبات استثماری است. نوع مسکنی که این کودکان همراه خانوارهایشان در آن زندگی می کنند بسته به امکان و اقلیم متفاوت است. بدنه اتوبوس ها و اتومبیل های اسقاط، آلونک با مصالحی از قوطی حلبی، گل و نایلون، کپر با نی و حصیر و چادر، اتاق کوره های متروک آجرپزی که قمیر نامیده می شود و دست بالا خانه هایی خشت و گلی و چینه‌ای در حال ریزش یا به اصطلاح کلنگی. بیشتر حاشیه‌نشینان شاغل و به خصوص کودکان و نوجوانان کارگر ساده بدون مهارتند. فقط 1/5 شاغلان ماهر و نیمه ماهرند. میانگین درآمد ماهانه خانوار کودکان حاشیه‌نشین در سالهای 52-53 حداقل 202 تومان و حداکثر 450 تومان بوده است. در سالهای 56 و 57 تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها و تورم افزار گسیخته حد متوسط درآمد به 1500 تومان افزایش یافت. کودکان و نوجوانان ما ناگزیر و ناخواسته در چنین شرایطی با زندگی دست به گریبانند. آنان متولد می‌شوند تا اگر از بیماری‌های اولیه ناشی از شرایط نامساعد زیست نمردند، برای رهایی از این شرایط تحمیلی با نخستین توان خود در 6 سالگی یا حد اکثر 10 سالگی بیدرنگ آماده کار شوند و بیدرنگ هر نوع شرطی را برای کار کردن و هر نوع شرطی را برای استثمار شدن بپذیرند. ماهی رو وقتی بیره به خشکی بندازی چی میشه؟ اون میمیره دیگه، از بین میره. ما مثل ماهی عین ماهی در اومدیم. فرار کردیم اومدیم به تهران به خاطر اینکه ما دیدیم اونجا مثل ماهی هیچ چی نداریم. مثلا ماهی که از آب انداختش بیرون دیگه خوش میشه میمیره. ما دیگه خوش شدیم مثل عین مرده اومدیم اینجا تو این داریم زندگی میکنیم. اگه زنده بودیم مثلا همون رغم روزی هم داشتیم اینجا نمی‌اومدیم که اینجا ما خودمون آلوده بکنیم اینجا تو این زندگی کثافت و واسه این زمین زریمه بدیم و کتک بخوریم زندان بریم و خوش بخور و بچه‌مون کتک بزنن و از طوری طاقتی من همینجا 10 بار کتک خوردم واسه همین زمین. اون موقع که ما فرار کردیم اومدیم اینجا برنج ما رو کیلو 1 تومان می‌خریدن. گندم ما کیلو 3 تومان می‌خریدیم، ولی برعکس برنج ما چقدر بود؟ کیلو 1. 1 کیلو کود به ما میدادن 1 تومان، 1 کیلو برنج ما می‌گفتیم 1 تومان. لوبیا روغنی رو گرونتر می‌خریدن تا برنج. حالا این حساب کن ببین کشاورز میتونست کشاورزی کنه یا نه. من الان میدونم تو دهات من هزارون مثل من تو دهات هستن، یعنی تو دهاتی که 300 خانواده 250 تاش گشنه، 50 تاش تازه مثلا یه مقدار به وضع خودشون برسن یا خونه داشته باشن. من الان تو شمال خونه دارم، چیزی ندارم توش بخورم، مجبورم فرار کنم و اکثر بچه‌ها فرار می‌کردن دنبال کارهای دیگه میرن. خود من میمدم عملیگیری میرم، صرفش بیشتره. من تو این گور میشینم همینجا، از همه همسارا بپر، از من بی وضاحته یه توی مملکتی دور به ابوالفضل دور نهار نخوردم، الان نهار نخوردم، نوناورم ندارم. من یه زن و عقد گوشه خیابون خوابیدم، از بدبختی کشیدم. من درد خیلی دارم، سرگذشت خیلی دارم. زمان شاه نشده بود در بندش امروز من با یه پسر بچه خوابیدم. اگه اون پسر بچه حرام مونده بده الان من چه بود؟ الان وسایل من و نون من و قند چای من و همه زندگانی من جور میکرد. از دست این زمانه اون پسر بچه مرد. در این مناطق فقر زده درصد کودکان و نوجوانان 15 ساله بین 55 تا 60% کل جمعیت است. به این ترتیب فقر زدگی و فشار ناشی از انواع نارسایی‌های محیط بیشتر از همه بر کودکان و نوجوانان تحمیل می شود. در این مناطق
فقر و فشار شرایط چنان است که از جمع کودکان 7 تا 10 ساله فقط 15% به تحصیل اشتغال دارند، یعنی 85% از آنان به مدرسه نمی روند. 95% از کودکانی که به مدرسه می روند به دلیل عدم امکانات مالی و نیاز به کار و همچنین عدم آمادگی برای درک مواد آموزشی غیر لازم و نحوه آموزش مجبورند در دوره ابتدایی ترک تحصیل کنند. بنابراین مشخص است که فقر شدید اجازه رشد متعادل جسمی و ذهنی به کودکان نمی‌دهد. در خانواده‌ای که همه افراد آن درگیر بیکاری و یا جستجوی کارند، کودک چگونه می‌تواند امکانی برای آموزش یا وقتی برای تحصیل داشته باشد؟ احمد آقا زن بچه داره بیکاره، احمد آقا که ورزشکارم، زن بچه داره بیکاره، آقای خودمونه که بیکاره، دومادمون بیکاره، برادرم بیکاره، اونم بچه‌مه که همطور میره و میاد سر کوچه با بیکاره دیگه. چنین است که نوجوان از 10 تا 20 سالگی در به دنبال کار است، کاری با هر شرایط که ممکن باشد که آن هم ممکن نیست. این سرخوردگی چگونه جبران می شود؟ نمونه آماری در منطقه خزانه فلاح هشدار دهنده است. در یک سال حدود 5% از فوت شدگان در سنین 18 تا 30 خودکشی کردند.